میشوم. من اعتراض داشته بیدم. من که هنوز حرف نزدم. به چی اعتراض داری تو آخه؟ جلسه کمیته انضباطی باید توی زمینه بی‌طرف انجام بشه. چرا انداختی اینجا جیگر؟ برای اینکه توی ژاندارمری جا به اندازه کافی نمیده جیگر. بعدم من دل من میخواد. مشکل داری؟ حالا یاور جان صبر نمی‌کنیم بقیه اعضای کمیته انضباطی هم بیان؟ این کمیته انضباطی یک عضو برامونم بنده میباشم. حرفاتونو بزنین بعد من تصمیم میگیرم راجع به نتیجه بازی و بقیه قضایا. بسیار خوب. الان بررسی میکنیم جرایم اولین متهم که شیرفرهاد باشه. خب شیرفرهاد، هر دو تا تیم از تو شکایت کردن که حقشون ضایع کردی. هر دو تا ادعا میکنن که تو از طرف مقابل پول گرفتی که به نفعشون سود بزنی. من اینا وگو هر دو طرف از من خواستن که به نفعشون سود بزنم ولی پول نودادن. این روزا هم کسی بدون پول برای کسی سوت بلبلی هم نبزنه، چه برسه سوت داوری.